مادر تویغون آتبک. یک ساکن شهر پنجکن ادعا دارد که مقامات محلی پسر یگانه‌اش را به خدمت حربی برده برای اساس نو کردن این رفتارشان نفر دیگر را در دفتر حولی او ثبت کردند. پسر این زن آتبک تویغونوف 20 ساله حالا در یک قسم نظامی مربوط به وزارت مدافع تاجیکستان ادای خدمت میکند. به ادعای مادر بعد از جلب پسرش به ارتش او تنها مانده و به سرابا نیاز دارد. من دیگه یک بچه دارم، دیگه بچه زیادی ندارم. پسرم یک تا 2 ساله یتیمانه پدر تمام. من دیگه پسر ندارم، در عائله میش که نیست. من یگانه پسر یتیمم، من همین 2 ساله یتیمم. حاضر مجبور به خدمت حربی آورم در هاسپیتال استقلال کسر در بیمارخانه خواب. این مادر میگوید از شوهرش 2 دختر و 1 پسر دارد، ولی مقامات محلی نفری را با نام مرادقل تویغونوف به دفتر حولی او وارد کرده و سرابان عائله تعیین کردند. همه کاتب غیر قانون پسر کسی دیگه به نام شهادت نامه کرده. من بدل 4 ماه شد که در شهر دوشنبه حراسان گشتم، هیچ کی به دادم نمیرسد. مرادقل تویغونوف نفری که به گفته این زن همچون پسر او و سرابان عائله در دفتر حولیش ثبت شده است، به رادیوی آزادی گفت او از ازدواج یکم پدر و مادرش است و زمانی که والدانش از هم جدا شده پدرش با این زن عائله دار شد، او همراه پدر و مادراندر در یک خانه کلان شد. وی گفت حتی بعد از مرگ پدرش مادراندرش محرم شریپووا را کمک میکرد. دادم مردن، همون پسرچه 2 ساله بود. این دختری که مینانکی 3 ساله، دختری کلانکی 5 ساله. من اینا همه خیلی با همینا مثال تمام روز مثال کلان کرده، اینا شو دادم چیز کردم. واجم کو جام میتیم و میکنم هم خیلی ارمه رفت. خودش با وای کرد، خواهش خودش خیلی دست مون دست ارزه نویسد که من میرم گفته. و بعد نمیدونم ما اوچه رفتم خیلی وایران کردیده. مقامات محلی میگویند پسر این زن داوطلبانه به ارتش رفته است. بر اساس قانون‌های تاجیکستان یگانه پسر در عائله را به ارتش جلب نمی‌کنند، اما حقوقشناسان میگویند فرزندان زن و شوهر در حالت داشتن عقد و نکاح رسمی با وجود آنکه از یک ازدواج نیستند عضو یک خانواده حساب میشوند. اگر این زن و مرد طبق ترتیب مقرر نموده کودکس عائله جمهوری تاجیکستان مناسبتشان را در مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی به رسمیت درآورده باشند، پس اینها الکی صاحب 2 فرزند اعتراف می شوند و بنابراین وابسته به رسیدن به سن و سال معین شده پسران اینها حق خدمت را در ارتش دارد اگر یگان دیگر حالت استثنایی وجود نداشته باشد. این زن در یک نامه از پرزیدنت امامعلی رحمان، داچیتو کول و وزیر دفاع تاجیکستان خواسته است به او کمک کرده پسرش را از خدمت در ارتش آزاد کنند. هنوز معلوم نیست پاسخ مقامات به نامه‌های این مادر چه خواهد بود.